آقای تائو مستقیما من رو مسخره کرده. من نمیدونم چرا این چیزی نیست که کسی به من گفته باشه. من صداش رو دارم آقای مایکل. و میخواد بهتون بگم خود آقای پیکسن به دستور آقای تائو، آقای کسرا کانادا کد روم رو دزدید. غیر از این آقای پیلتن که یکی از لومپن‌های فحاش بی‌ادب پالتاک به نام کسرا کانادا که در یوتیوب آلت تناسلی طرف رو گذاشته بود زیر عکس رضا پهلوی. دروغ میگم؟ اگه میگم دروغ میگی. آقای کسرا کانادا کسی نبود که در یوتیوب آلت تناسلی یه نفر گذاشته بود در یوتیوب زیرش عکس شاهزاده رضا پهلوی رو گذاشته بود؟ که در روم رادیو پرژین زمانی که شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکرد گویانه رو گرفت و پشت خواهر و مادر به شاهزاده رضا پهلوی داد در مصاحبه ایشون با رادیو پرژین. شما بیای بالا سوگند بخور نمیدونم به هر چی برات مقدسه که کد روم رو به شما آقای کسرا کانادا نداره. باند هکرهای یاشار که یاشار رو فکر کنم همین میشناسن با آقای کسرا کانادا. دروغ میگم آقای تائو؟ دروغ میگم؟